سلام به همگی، خیلی خوش آمدید به کانال خودتون، کانال ای کریپتو. دوستان، صدا رو بهتر خواهیم کرد در روزهای آینده. اگر صدا به کیفیت خیلی عالی نیست اونو درست خواهیم کرد. نگران صدا نباشید، صدا رو درست. جلسه سوم میخوایم شروع کنیم. دو جلسه قبلی رو اگه گوش کرده باشید متوجه شدید که باید قبل اینکه وارد بازار بشیم چه کارهایی باید بکنیم و وقتی وارد بازار شدیم باز هم یه سری کارها رو باید انجام بدیم. حالا الان خب صرافیمون رو انتخاب کردیم، کیف پول خودمونم درست کردیم. عرضم به حضورتون که خب بعد یه سری نکات ها رو بدونیم قبل از که بخوایم حالا رمزارزی بخریم یا کاری انجام بدیم. رمزارزها تعدادشون زیاده دوستان، بالای 1,000,000 خورده ای رمزارزه، ولی اینو باید در جریان باشید که 90% 90 خورده ای درصدشون به درد نمیخورن و ماندگار نیستن. رمزارزها وارد بازار بشیم. ببینید رمزارزها خب همونجوری که ملاحظه میکنید 3 تا درجه دارن دوستان. درجه یکشون کوینه، درجه 2 میم کوین، درجه 3 شت کوین. درجه 3 که ما باش کاری نداریم، شت کوین یعنی به زبان ساده بگیم به درد نخور، چرت و پرت، هیچیش معلوم نیست و اصلا خطرناکه، ریسکش بالاست. میم کوین هم رمزارزهایی هستن که دارن تلاش میکنن، مثل حساب کنیم مثلا جهان سوم، کشورهای در حال توسعه چجوری هست. میم کوین هم به همین شکل داره تلاش میکنه که خودش رو جا بندازه. ارزم بزرگتون که همشون موفق نمیشن، درصد معدودی موفق میشن و شناخته میشن و میم کوین هستن. و رمز ارزهایی که کوین هستن اکثریتشون با پدر مادرن، یعنی مشخص آقا این کی پشتشه، مدیر عاملش کیه، اصلا شرکته یا اینکه نه یه گروهی هن. همه چیزشون مشخصه و طبق اصول میرن جلو که اونها هم خب مسلما همشون موفق 100% نمیشن، این در جریان باشید. و ارزم بزرگ که اصلا میم کوین و کوین و این حرفا ربطی به قیمت نداره. یه شت کوین ممکنه قیمت بالایی داشته باشه ولی شت کوینه، یا میم کوین هیچ فرق نمیکنه. اینو در جریان باشی، اینا خیلی مهمه. و یه نکته که در بازار باید همیشه یادمون باشه به عنوان یک فردی که تو این حوزه داره فعالیت میکنه، یه قانونیه، حالا قدیمه بازار بهتر میدونن، زمان ترس هوشیار باش و آماده به خرید. زمانی که این ترس و طمع رو نشون میده عدده، مثلا روی 20، روی 30، قسمت قرمز رنگ، قسمت نارنجی رنگ، ترس، وحشت، این که حالا قیمت ها افت کرده به هر دلیلی، اون ترس طمعه به سمت ترس اومده. زمانی که بازار به سمت ترس میره باید هوشیار بود، باید حواس جمع بود که رمزارزهای ارزنده، رمزارزهای درست حسابی رو شده پله‌ای نسبت به توانت بخری و انباش کن. و زمان طمع بسته به اون رمز ارز. البته همه اینا من به شکل خلاصه وار و ساده دارم براتون توضیح میدم، بعدا میریم جلوتر بیشتر توضیح میدیم. به سمت طمع که میریم یا باید سید سود بکنیم یا باید بفروشیم، بسته به اون رمز ارزه، یا باید اصلا دوست داشتی نگه دار، ولی معمولا این کارو میکنن، سید سود یا فروش. این نکته بود که گفتم بهتون بگم، زمان ترس خرید و زمان طمع فروش. پس درجات رمز ارزها رو متوجه شدیم. 3 تا درجه داریم: کوین، میم کوین و شت کوین. حالا ما به هر حال صرافی ارز هویت کردیم، کیف پول هم داریم. حالا میخوایم مثلا یه رمز ارزی رو بررسی بکنیم. اوکی، مثلا آد کاردانو رو میریم تو،
اینو دیگه میدونیم آقا آدا کاردانو به هر حال شناخته شده است، رمزرز با پدر مادری درست حسابیه و الی آخر رو بماند همه موارد. این 4 تاش رمزرزهای درست حسابی و از چه سالی هم هستش؟ از 2017 هست. خب چندین سال حضور داره و رمزرز تازه نیستش که بگیم تازه اومده و خب ببینید این رمزارز مکس ساپلای داره، مثلا یه چیز عالیه، مکس ساپلایش مشخصه، یعنی حد اکثر توکنایی که داره 45 میلیارد توکن و 35 نزدیک 36 میلیاردش در گردشه، یعنی تورم آنچنانی هم خیلی ندارد و امتیازی که براش زده شده 79، یه ذره رفته بالا نزدیک به 80. اینو میزنیم تو چه بستری بی ام بی و خودش هست، یعنی خودش هم برای خودش یه بستر داره و یه خیلی عالیه. و تو چه صرافیه اینجا نشون میده صرافیاشو، آقا صرافی معتبر هست نیست. به هر حال رمز ارز و یکی از چیزهایی که خیلی مهمه و باید بهش توجه بکنیم اطلاعاته. آقا این رمز ارز چیه؟ مثلا مثال میزنیم آقا ما یه چیز خیلی روشن رو مثال میزنیم، مثلا XRP برای شرکت ریپله و نزدیک به قیمتش بیاد $2.79 اگه اشتباه نکنم. خب اینجوریه، این چارتشه و از کی بوده؟ از 2013 بوده. چه قیمت هایی بوده؟ ببینید 2.0 بوده، اصلا قیمت های مفتی در اون زمان بوده تا تو 2017 دیگه رشداشو شروع کرد و رفته بالا و بالا و بالاتر. رمزارز خیلی قدیمی هست بچه ها و برای شرکت ریپله از رمزارزهایی که آینده داره و باید روش صبوری کرد. خب این جلسه سوم حالا برای امروز کافیه. تا جلسه بعد شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. فعلا.